شما هیچ کدوم قرآن الحمدلله خدا رو شکر مثل هممون مسلمونیم مثلا نخوندیم تا حالا قرآن. سوره تحریم همش راجع به چیزه، خدا ظاهرا خدا به پیغمبر حرف میزده، چیزایی رو بهش میگفته، بعد پیغمبر میرفته به زنش میگفته، بعدم یکی دوتا که نبودن که یه زن پیغمبر که میفهمیده فرداش بقیه میفهمیدن، پس فرداش هم کل مکه و مدینه میفهمیدن دیگه. بعد خدا با پیغمبر دعوا میکنه که چرا من هرچی به تو میگم میری به زنات میگی. اینجا هم سوره تحریم ما همینجوریه. سوره تحریم: ای پیامبر، ما تو را فرمودیم آنچه لازم است بکن و آنچه لازم نیست مکن و تو آن کردی که نبایست، پس ما اسرار خویش را بر تو آشکار نمودیم و انتظار نداشتیم که آن را برای یکی از همسرانت بگویی و آن همسرت نیز اسرار ما را به بقیه همسرانت گفت و فردای آن روز تمام مکه و مدینه از اسراری که میان ما و تو بود آگاه شدند. پس وای بر دهن لق چون اسرار آشکار شود. و آن دهن لق در خانه پیامبر ما نفوذ نمود. و اگر از این پس اسراری که ما بر تو آشکار کردیم و دیگران فاش نمایی، دیگر نه ما و نه تو، و ما بر تو زنان زیادی فرمودیم تا از میان آنان هر که مؤمن‌تر و فرمانبردارتر باشد او را انتخاب کنی. اما تو همه آنها را انتخاب کردی. ما گفتیم زن مؤمن را برگزین، ولی تو زنان باحال و خوشگل را انتخاب کردی. و این مؤمنان، زنان خود را طلاق ندهید که هیچ چیز نزد خداوند از طلاق بدتر نیست. و اگر زنان شما ناشزه و نافرمان بودند، بلایی بر سرشان نازل کنید که از 100 تا طلاق بدتر باشد. و اگر خواستید وقتی زنتان را طلاق می‌دهید فرزندتان را به او ندهید یا نفقه فرزندتان را ندهید و مشکلی در دادگاه پیش آمد، در نماز آن مشکل را با خودم بگویید تا خودم مشکل را با قاضی در دادگاه حل کنم. و خداوند در حل مشکل قضایی مردان سخت تواناست. و از پیامبران کسانی را قرار دادیم تا با زنان خود در صلح و صفا باشند، ولی اغلب همسران پیامبر و ائمه ما نمی‌دانیم چرا با انگور یا چیزهای دیگر امامان ما را مسموم کردند و خداوند بر آنان عذاب نازل کرد. و اگر زنانتان نافرمانی کردند با آنان با نیکویی گفتگو کنید، اما سعی کنید محل گفتگو کبود یا زخمی نشود. و ما بهشت را بر پیامبر قرار دادیم با کوری هایی که کلا حق اعتراض نداشته باشند و خداوند جنبش میتو را در بهشت مطلقا ممنوع بود. و همانا پروردگار هر نوع شادی را اعم از صدر تا امین در بهشت و جهنم ممنوع نمود و آنان را در آتش بدون حق اعتراض قرار داد. و ای پیامبر، زنانی را به همسری برگزین که دکترای الهیات و فلسفه اسلامی داشته، متخصص آشپزی مدیترانه‌ای بوده، در صرفه‌جویی توانا و در حد امکان کم مصرف و با دوام باشند و حتی امکان لال بوده و باسنی همچون کیم کارداشیان یا حداقل جینیفر لوپز داشته باشند. و در این آیات حکمتی است که هیچ کس بر آنها آگاه نیست جز جورج کلونی و بن افلک و کانی وست. ولی ای پیامبر، درست است که ما مجوز زنان فراوانی بر تو قرار دادیم و این از رحمت واسع ما بود، ولی تو نیز بدان که اگر صرفه جویی نمایی راه دوری نمی رود. کلوا واشربوا حتی زرتم المقابر. صدق الله العلی العظیم. و همانا این علی را در صدق الله العلی العظیم شیعیان در قرآن ما چپاندند و خداوند بی تقصیر.